آبشارها نه تنها در کشورمان بلکه در تمام جهان مورد توجه دوستداران طبیعتگردی هستند. آبشارهای کوچک و بزرگ یا مرتفع و عریض هر کدام جذابیت‌های خاص خود را دارند. البته علاقه‌مندان به طبیعتگردی اغلب به دنبال طبیعت بکر و ناشناخته در جهان هستند و سعی می‌کنند جاذبه‌های جدید را کشف کنند. در این ویدیو بلندترین آبشار جهان را به معرفی می‌گیریم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید. بلندترین آبشار جهان با نام آنجل در کشور ونزوئلا واقع شده است. آبشاری که از عمر کشف شدن آن کمتر از 100 سال می‌گذرد. این آبشار را با نام کاشف آن جیمز آنجل نامگذاری کردند، کسی که اولین بار در سال 1935 در جستجوی هوایی موفق به کشف این آبشار زیبا شد. آبشار آنجل که به زبان اسپانیایی به آن سالتو آنجل میگویند در بخش‌های جنوبی ونزوئلا قرار گرفته. آبشار آنجل از شکافی در نزدیکی قلعه کوهستان آیانتیپویی در ارتفاع بیش از 800 متر به پایین سرازیر می شود. آب آن از برف و بارش ها در این منطقه تامین می شود و به خاطر بارش های زیاد در ونزوئلا هیچ وقت خشک نمی شود. تنها در بعضی از فصل ها از شدت آب آن کاسته می شود. آب سرازیر شده از این آبشار در نهایت به رودخانه چرون می ریزد. طبیعت دلانگیز کوه و رودخانه در کنار آبشار باعث شده تا این منطقه مقصدی برای تفریحات هیجان انگیز باشد. از صخره‌نوردی و پریش از ارتفاع گرفته تا بندبازی و قایق سواری در آب‌های رودخانه‌های مجاور، آبشار آنجل و طبیعت وصف ناپذیر اطراف آن را باید یکی از بهترین مکان‌ها برای تفریحات هیجانی و سفرهای ماجراجویانه دانست. جایی بکری که تنها حرفه‌ای‌ها معمولاً سراغ آنها می‌رود. اگر شما عاشق طبیعتگردی هستید پس به اینجا سفر کنید.